همش منتظر یه اتفاقیه باید بیفته که من حالم بهتر شه. یکی باید تو زندگیم پیدا شه که من حالم بهتر شه. من باید ثروتمند شم که حالم بهتر شه. من باید یه ماشین خیلی آنچنانی زیر پام باشه که حالم بهتر شه. من معاشرت‌های خیلی تاپ لول باید داشته باشم، حس خوبی داشته باشم. من همش منتظرم یه اتفاقی بیفته که من حس بهتری داشته باشم. یکی از نشانه‌های رشد آگاهی درک شادمانی‌های ساده زندگیه. مثل وقتی که شما میرین خونه خیلی خسته یه دوش میگیرین، کیف نمیده؟ کیف میده. خیلی اتفاق عجیبیه؟ نه. یا هوس کردین یه چایی بخورین، میشینین پاتون رو دراز میکنین، میگین آخش یه چایی میخورین و کیفشو میکنین. یکی دیگه از نشانه های رشد آگاهی اینه که شما چقدر میتونین با هیچی شاد باشین. بدونین این که شما یه سقفی بالا سرتون هست، تو کوچه نمیخوابین، این زیباست، این جالبه، این شوک‌گذاری داره، این کیف داره، این شاد میکنه آدمو، بس این خودش خیلیه. این معنیش این نیست که ما منفعل بشیم، خواسته بزرگ نداشته باشیم، دنبال اهداف بزرگ نریم، هدف گذاری نکنیم. اینا رو با هم قاطی نکنین.